بعد از اظهارات رهبر کاخ سفید دونالد ترامپ درباره آن که هیچ یک فلسطینی از غزه رانده نخواهد شد، خوشحالی سیونیست ها به طور نظررس کم شد. رسانه های اسرائیلی می نویسند که ماه اصل بین واشنگتن و تل آویو به پایان رسید. به شبهه نقش اساسی را در این مسئله صبر و ایستادگی و موقع پرینسیپی ساکنان غزه بازید. حتی پس از قطع شدن تمام نمودهای کمک بشردوستانه، خاموش شدن برق که باعث باز ایستادن کارخانه پاکسازی آب آشامیدنی گردید، فلسطینیان هنوز هم شرف تمام امت اسلام را حمایت میکنند. نقش اساسی را در این البته وفاداری آنها به اسلام و ارزش‌های آن می‌باشد که آن را آنها مقابل تجاوز و اشغالگری قرار دادند. به این نوارها نظر کنید. در بین ویرانی‌های بی‌سابقه فضای جشنی حکم فرماست. در اینجا روح شکست ناپذیر احساس می شود و هیچ ترسی وجود ندارد، در حالی که اشغالگران در آن طرف میدان همیشه تحت ترس و وحشت قرار دارند. این ده ها هزار فلسطینی برای ادای نماز تراویح در مسجد اقصی جمع آمدند. آنها می توانستند در مسجدهای نزدیکتر که در چند قدم از خانه هایشان جایگیرند نماز گذارند، اما آنها قرار دادند که به سومین مکان مقدس اسلام بیایند تا آن را به یک نوع حمایت کنند. بسیاری از جمله خود مسلمانان فراموش کردند و یا نمیدانند که رویدادهای غزه پس از حمله های پی در پی به اقصی و تحقیر آن از جانب افراطگرایان که تحت حمایت نظام اشغالگر قرار داشتند آغاز یافت. هر کسی که در اینجا حاضر می شود و حیات خود را به خطر می گذارد، شرف هر یک ما مسلمانان را حمایت می کند. پس الله متعال امت اسلام را در حفظ مقدسات اسلامی، این چنین ارزش ها و اصول توحید که رسالت اساسی همه پیامبران و فرستادگان الله بود مستحکم می‌گرداند.